پس از مرگ پدر مرگ شوهر تیغ الماس است که زخمش تا قیامت رشته ای جان و جیگر سوزد. شوهر ناگهان از این جهان رختی سفر بستی که غافل مرگیت ما را به صد رنج دیگر سوزد. هویدا بود ز روی خوب تو عکس پدر بر ما، کجا اکنون پدر که در فراق شه پسر سوزد. ز دود آه مادر دامان عرض و سما تیره، از این مرگ مفجا قلب او شام و سحر سوزد. سکوت تلخ چشمان برادر زخم این درد است که این داغ نهان جان او را به خبر سوزد. عروست مانده تنها، کودکت خسته و مخزون، چو آتش در رسد آخر سراپا خشک و تر سوزد. عزیز و متکای خواهران بودی، به هر محفل وجودی هر یک چون مرغکی به بال و پر سوزد. تمامی یار و دوستان اشک ریزند در فراق تو، یکایک با خیال چهره تو به بصر سوزد. الها در بهشتی جاویدان باشی عزیزی دل، به یاد تا جهان باقی است نسایی مشت پر سوزد. ترک کردید جهانی فانی، صد دریغا که کجایید کجا، در و دیوار ز غمها گرید، به ودا و به غم و درد شما. جگری پاره و مادر نالان، پدر از مرگ تو غم بیمار است. طفل تو آهی دل سرد کشید که تسلی چی گپی بیکار است. همه جا ماتم و ماتم دارد، غم ما بس که گران است گران، به غم و درد شما می گرید غورم مرگانی به خاک نهان. السلام علیکم مهمان عزیز، السلام علیکم پدران مادران. بار دیگر سلامی عرض خود را از نام خود از نام امروز صاحب جشن‌ها و یکایک شما می‌رسانیم. من امروز در این خاندان بسیار هم زیبا، در خاندان اصول نمک، در خاندان زیباخانه، بسیار هم روز خوشبختی خرسندی خاندان، روز جشن زادروز داماد خاندان ما سنجر پادشاه و دختر نازنین ما مفتون بانو را برگزار کرده ساده. امروز جشن بالای جشن از خرسندی چیز بنده است. در روز فرخنده و فیروز در سر یک دسترخوان سرجم آمدن یک‌هایی نیک کردن. ما باشد صمیمانه مفتون بانو را تکلیف می‌کنیم یک‌های نیک را برای مفتون بانو می‌رسانیم. نزدیک حسابی‌ها سنجر پادشاه زادروز مبارک باشد. ما می‌دانیم که پادشاه ما بسیار هم یک شرمگین هستند. امروز ما در خاندان شما همچه برای تبریک خاندان، برای نیت‌های نیک را برای شمایان گفته آمدیم و خواستیم یک عائله پیشقدم‌ترین، عائله بابخترین، یکی از عائله‌های بابخترین دهه آهنی شویم و در آن توی و محفل‌هایی که ما همچواری می‌شویم در آنجا عائله‌های شما را نامور کردن همچون مثال آوردن نصیب گردانند. بچه زادروز مبارک باشد. خداوند عزیز نصیب گرداند سال آینده شمایان را پدر مادر گفتند. آوازه گریه کودک برآید و هر صبح ساعت 3 به شمایان را علمان طفلک نوزاد پسر گیره کرده شمایان تبریک کردن، شمایان اصحاب ناز بیدار کردن نصیب گرداند. زادروز مبارک باشد. فرمودند خوشبخت کسی که خدمت یار کند، هر جا قدم نهاد گلزار کند.
زنگاره گوهاره و گریه دیگر هر صبح برای زیخا بیدار کند. خداوند کریم برای شما فقط آرزو میکنه که برای انسانیت از همه تحفه بی‌بهاترین این فرزند است. برای شما آرزو میکنه فرزندای صالح صالحه سالم را عطا کند. از پشت آن فقط سربلندی ها دیدن مانند در همین زیباخانه مانند مسلمانمک در دهه آخری انسان‌های نیک را شما به دنیا بیاره. زادرز مبارک باشد. بار دیگر تبریک میگیم. مفتون بانو دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش پوری آب است و دیدار گسل، صبح است که صدبهار دارد خواهر. امسال که ما جشن زادروزی هر دوی شما را در یک روز جشن میگیریم، سال آینده با سالها در مسئله پرسندی شما نشسته اشتراک کردن نصیب دارد. زادروز مبارک باشد. مهمان اگه دستا ما خالی باشد زادروزدارا را قرصک زنی مبارک باشد. البته سرودهای شد میشود همجای میرقص پرسندی میکنیم. بار دیگر شما در ببینیم مبارک باشد. چون منور از کدومی دوستان کاشانم، خانه فانوس است و مهمان شمع من پروانم. بانوان عزیز، مادران مهربان، پدران عزیز، بار دیگر من امروزه محفل خانواده امروزه صاحب جشنها و خانواده مسلمانمک هر یکی شما را خیر مقدم میگویم. همیشه خواهایم که در رسوی پرسندی خوشبختی آنها منم که در سر یک دسترخوان سرجام آمدند، آنها را تبریک کردن نصیب گرداند. ارزنده است در روزی پرسندی خوشبختی نیت‌های نیک کردن، آرزوها کردن. روی صحنه یکی از زنهای فعال دهه آخری کمان شرافت خاله همراهی خالجان شیرین جبار را تکلیف میکنه. برامد نیت‌های نیک را، آرزوهای نکو را بعد این روزه آیله جوان از زبان شمایان میشنویم. برامد مادرجان‌های عزیز، برامد زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر، در این دنیا که بیرحمی و بیرحمی است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. مادرجان عزیز، اگر خاطر داشته باشید در فاتحه‌های آغاز کرده بودیم نیت کردن را خداوند من نصیب کرده بوده است. در روز زادروزشان تبریک میکنیم. البته خداوند فرزندان صالح و صالحه کرده در خدمت‌های و در روزهای پرسندی فرزندانشان نیز تبریک کردن نصیب گرداند و شما را همیشه صحنه و زیدزدن خیر نیت‌های نیکی شما را نیت‌های نیکی مادران مهربان را شنیدن نصیب گرداند. برنامه السلام علیکم. خدایان بعزت امروز روزی شادروزی کرملای ما مفتولت خون بیایم سرپه داریم سنجد جان داریم پوشکی شمان پیری بطلبت شمان الهی مسلمان جان کرملاتی پوشکی شمان پیری بطلبت شمان خوش آمده مهمونکای عزیز خوبر و دخترکان عزیز بیایم حقیقت قدم مونده آمده نوری دیده توزک سر کرملای نه و مسلمان جان خوش آمده مهمون خوش آمده. السلام علیکم همدیاران عزیز مهربان، هر قدم مادر آمده نوری دیده تویست تو اندر خرینه همه خواهر دادر همه خیش تو همه جان جگر هم مواد آن یک نیت کتی مدنی همین دو یاش زادروزش نقص گذارد گوچوی مردمانی دوستانی مهربان کتی خواهر دادرها کتی اما کامن بچه ها کتی سرد افتر آمده و اینها آیله مستحکم دوی مرسی از سلامتی بیتنام مهربانی هر دو مهربانی پدر مادران غمخواری یکدیگر باشد دلسوز یکدیگر باشد و حرمت و عزت باشد. فقط طرفداری نمسی روزهای نیک اینها
مادر گفتم یک چیز یادم آوردن خدا خواهد نصیب باشد این کلمه ما انسان مادر میشود مادر غمخوار میشود مادر مهربان میشود مادر یک شب فرزندان شود گفتن نیت‌های کدام ایستاده‌اند همه وقت در این خاندان صحت سلامتی این اساسی حاصل رمیل میلی یکم صحت سلامتی نوری دراز نصیب این علوف و دولت و سلامتی خداوند کریم عطا کند همه وقت خدمتی کرمونای مسلمان جان بشود همین دوی و شکا خوش آمده با یکاری دیگر خوش آمده با درگاه دادای عزیزم خوش آمده رحمت مادر جان‌های عزیز سلامت باشه من همراه کردنیم و گفتنی ها میمانان عزیز برای بخشنوانان برای سنجر پاچا خواهانیم که خاندانشان دکتر شود خاندانشان لگه بچگانه شود و مسلمانمک و زیر بخورد همیشه از پس نبیره ها پرسان شده گشتن نصیب گرداند البته حاضر سرود شوق هست سرود رقصی هست از صحنه دور نرفته نیستیم سرود شوق را آماده کردن تمام بانوانی که در اینجا حضور دارند زنهای زیبای آمریک را با صحنه تکلیف میکنیم البته همجایی هم میرقصیم از صحنه دور نرفته مرحمت سرود شوق تمام برای همه مهمانان امروزه مرحمت جوان برتر از دیدار ایرای دلستان هیچ تأخیر نیست و برای تلختر از فراقی دلستان می‌خواهد پرسنده خوشبختی دیداربینی عزیزان ای اصلا ما می‌خواستیم یک مراسم بسیار هم زیباترین این روزه را بگذار که هر سال دوامناک شود در روز پرسنده‌اشان انتر شیرینی حیات را همجاید دست بالای دست گذاشته او را از آن تناول کنند زیباخواه نزدیکتر نیسته مرحمت شاید یک اقتدار هستیم با وظیفه‌دار هستیم باید که روح ارواحی گذشتگان را در این روز پرسنده شادباش کنیم و جای ترجان عزیز خالیست در دل و دیده نزدیکان در دل و دیده خواهر عزیز سلامترین دخترک نازنین نشان بسیار من دعاهای نیک می‌بینم که همیشه خوشبخت باشند نامبردار نامدار این اولاد سلاله گردند بگذار آخرتشان آباد گورشان پرنور باشد ببینیم و همت وقت نوانان سنجر پاچا نزدیکتر میسته امروزه
صاحب جشن‌ها رو بعد از اتحاد تکلیف می‌کنیم. بچه‌ها می‌خواستن رفتار بیارن بچه‌ها خانواده ممنون بچه‌ها بچه‌ها می‌خواستن رفتار بیارن مسلمان‌ها می‌خواستن همراهی مدرجانی ما تکلیف می‌کنیم ممنون مسلمان‌ها زابرز مبارک باشند ممنون با وجود خانواده را تکلیف می‌کنیم ممنون برنامه شما را تکلیف می‌کنیم برنامه در روز خرسندی ارزنده است شیرینی حیات رو بریدم تو بیگذار آینده همیشه هم خیلی روزهای خرسندی و نشستن نصیب در آمد برنامه حضرتو مسلمان رنجان This is the ممنونم کوچو دست بالای دست گذاشته از آن شیرینی می‌بریم ممنونم
همجوری ما سنجاب پاچا همجوری میکنیم مرحمت سرما خواهد نزدیکتر بیستیم مرحمت امروز بسیار هم روزی خوبسندی است ما فخر میکنیم که همراه شما رشته خداگرده بستیم الها این رشته تلاوی باشد و هیچ وقت خنده نکند مستحکم شده رفتن دیگر همه آیله مفتونه و پاچه ما مانند آیله شما آیله های نامدار شوند یک آیله خاکسار همیشه در خدمت مردم میگشته شوند الان خیلیت های نیک میکنیم همجوری دست بالای دست میگذاریم پس از آن مشترک مهمانان رو خوش آمده بینیم فرزندهای نازنین را در این روز خودسندی تبریک میگیم مرحبا شما مهمانان عزیز لای همین که سب بگویم یا پاشون خطابیت شوند البته مرحمت با نزدیکار نزدیکتر بستیم با نزدیک فرزندان رفتیم مرحمت سنجاب پاچا همراهی مادران همراهی نزدیکان شیرینی را میبریم از آن قبول میکنیم مرحمت مبارک باشه
در خوارزم geçer مكتوب لآدم مسلح ممكن كده وفردا كل من